استاد واقعا کمکم کنید، من فردا امتحان دارم و احساس میکنم اصلا تسلط ندارم به دروس. میدونی که حساب دیفرانسیلی درس خیلی مشکلیه، شما نباید اینا رو میذاشتی برای شب آخر، شبی که فرداش امتحان داری. به هر حال من چشم امیدم به شماست. ببینم حالا شما تا چقدر با مفاهیم درس آشنا هستی؟ تا حدودی. بسیار خوب. ما از بخش انتگرال شروع میکنیم. از مبحث عالیه. مشتق گیری. خوبه؟ عالیه. آشنا هستی؟ نه من غایب بودم، قبل مرغون داشتم، اون روز گواهی هم دارم، الان میخواد بیارم دستور بدین. نبودم اصلا، به کل سر کلاس نبودم. نبودی. روزها هیچ ایرادی نداره. میتونیم به جاش دو مجهولی کار بکنیم. این معادله یه مجهولی رو هرگز درک نکردم. دو مجهولی به مراتب باید سخت‌تر باشه نه؟ اتحاد دوم کار میکنیم. کدومه؟ دومیه؟ اتحاد دوم همون، یعنی اتحاد رو که بشماری دومی میشه دوم؟ میخوای اولی رو بخونی؟ سنگین نیست الان؟ سنگینه ها. تو اعداد طبیعی میدونی اصلا کدوم هستن؟ کدومان؟ بگو نه. اعداد طبیعی طبعشون طبیعتا اعداد عددن، طبعا عددن، 100% میدونم عددن. 7-8 چند میشه؟ قاطی میکنم، جدول ضرب استرسم همیشه نپرسی بیشتر میکنه. 10 به علاوه 2 چند میشه؟ من نمیتونم اینجوری باید بنویسم. بنویس. چند فرمودیم؟ 10 به علاوه 2. از چوب کبریت میتونم اجازه دارم استفاده کنم؟ هر کاری دلت میخواد. گلابی های تو اینو بشمار ببین چند تاست. تو واقعی نیست، گلابی واقعی من میتونم. حالا 5 تا گلابی چند تا میشه؟ نشمردم که، باید بشمرم. گو گلابی من میتونم برم گلابی، سیب و کبریت واقعی بیارم که بهتر کار کنیم با هم.